اگر شبها هنگام خواب دندونهاتون رو به همدیگه میسایید، باید تشریف بیارید کلینیک و ما قالب بگیریم و برای شما یک محافظی بسازیم. این محافظ رو شبها 30 دقیقه قبل از خواب باید داخل دهانتون بگذارید و با همین داخل دهان بخوابید. نایت گارد اغلب برای بیماری براکسیسم ساخته میشه، اما تو ورزشکارهایی که همراه با صدمه هست، مثل ورزشکاران بوکس یا فوتبال آمریکایی یا هاکی یا بسکتبال، گاهن داخل دهانشون دیدید که یه وسیله‌ای به این شکل دارن. اون هم نایت گارده، ساخته میشه، داخل دهانشون ورزشکارها میگذارن تا از صدمات جلوگیری بشه. به هر صورت، به هر دلیلی اگر نیاز دارید که نایت گارد داشته باشید، تشریف بیارید کلینیک و براتون نایت گارد رو بسازیم تا از سایش و ضربه جلوگیری بشه. متشکرم.